سوال 14. الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم با چی چیز فرستانید؟ جواب: الله سبحانه و تعالی او را با عبادت خود، یکی تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت کردن بدون شریک آوردن بر او سبحانه و تعالی فرستانید و فرمود که الله سبحانه و تعالی معبود بر حق است، جز او معبود دیگری نیست. و او صلی الله علیه و سلم مردم را به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی دعوت کرد. تمام مخلوقات را هیچ کسی جز او عبادت کردن نشود، چی فرشتگان باشند، چی پیامبران باشند، چی صالحان باشند، چی سنگ، چی درخت، هر چی باشد، تنها باید انسان ها و جن الله را عبادت نمایند. و اینچنین الله میفرماید: و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما پیش از تو هیچ پیامبری رو نفرستاندیم مگر اینکه بر او وحی کردیم که معبودی بر حق جز او کسی نیست، به درستی که باید او عبادت کرده شد. او سزاوار عبادت. سوره انبیاء آیت 25. و نیز الله میفرماید: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در حقیقت از برای هر امت ما رسولان فرستادیم بر این دعوت که الله را عبادت کنند و از طاغوت دوری بجویند. سوره نحل آیت 36. و نیز میفرماید: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. پس پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. آیا ما معبودان غیر از رحمان قرار دهیم که عبادت کرده شوند؟ سوره زخرف. و الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. به درستی که من جن و انس رو تنها به خاطر آن آفردم که تنها مرا عبادت نمایم. پس آیت اولی که تلاوت کرده شد که ما پیش از تو هیچ پیامبر نفرستاندیم مگر اینکه بر او وحی کردیم که حق و معبودی بر حق جز او کسی دیگری نیست و او شایسته عبادت است. این آیت میفهماند که پیام همه پیامبران یک بود، توحید، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت، و همه رسولان مردم را به سوی عبادت او سبحانه و تعالی دعوت میکردند. پس همچنین این آیه کریمه دلیل عمومی برای آن اصل اولی که ما در بالا ذکر نمودیم، سوال اول و سوالهای باقی مانده که بود، بیانگر است. چون نشان می‌دهد که پروردگار تنها الله است، دین تنها توحید و عبادت اوست. پیامبر همه آنها یک پیام داشتند، عبادت کردن الله و از طاغوت دوری جستن. اما آیه دوم که ولقد بعثنا، و در حقیقت برای هر امت ما رسولان فرستادیم که الله را عبادت نمایند و از طاغوت دوری بجویند، این آیت مثل آیت قبلی در سوره انبیاء اساس پیام همه پیامبران را در بر میگیرد. تنها او را عبادت کردن، کنارگیری، دوری جستن از طاغوتان، هر چه که غیر الله عبادت کردن می شود. پس این است ای برادر و خواهر گرامی، همه دلیل هایی که شما پی در پی باید اینها را بفهمید و بدونید. پروردگار الله، دین اسلام در اساس توحید و ارکان آن، پیامبر محمد آخرین رسولان صلی الله علیه و سلم. پس از این آیه کریمه معلوم شد که الله خلق را تنها برای آن آفریده است که او را عبادت کرده شود، یگانه او را، و از عبادت، از غلامداری مردم دوری جستن. توحید را برای او خالصانه، یگانه پرستی را برای او قرار دادن و به جا آوردن. برای این مقصد است که الله سبحانه و تعالی برای هر امت رسول فرستانید تا به سوی آن دعوت نمایند. اما آیت سوم که الله فرمود در این آیه زخرف، از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا معبود غیر از رحمان قرار دارد، وجود دارد که عبادت کرده شود؟ این مثل آیه قبلی هست. پیام همه پیامبران توحید است. هیچ پیامبر مردم را به سوی عبادت خود یا که عبادت غیر الله دعوت نکردند، تنها او را عبادت کنیم. پس همین طور از این آیه های کریمه روشن میگردد که تمام پیامبران دلیل های آنها به یک چیز اشاره میکرد: پروردگار حقیقی که الله است، دینی حقانی، دین اسلام است بر اساس توحید بنا شده، و پیامبری بر حق این محمد صلی الله علیه و سلم است. مثل دیگر پیامبران پیشین مردم به سوی توحید دعوت نمود و از دوری جستن از عبادت طاغوت ها. بارک الله فیکم.